احسان گلم. من محمد احسان هستم و اومدیم با هم به ساده ترین ترفند ممکن این چالش رو بزنیم که حتی بهترین پلیر ها هم نمیتونن این چالش رو بزنن. اول از همه ترتیب مهمه. ما اول از همه قهرمان ها رو میندازیم. کوین اینجا، بعد بربر اینجا، قهرمان سلطنتی اینجا و واردن هم اینجا. خب اینا رو که اینجا انداختیم میریم ابیلیتی هاشون رو هم انداختیم میزنیم و دو تا شفا دهنده برای کوین میذاریم و یه تلسم کپی کن از شفا دهنده ها کپی میکنیم و بعد میریم اینور ماشین و بالون، نه اسم ماشینش رو یادم رفت، میذاریم اینجا. هوایا همه رو پشت سر هم میندازیم. بعد دو تا دیوار شکن و پکا. قبل از اینکه همه هوایا رو بذاریم اینجا یک بچه اژدها رو آخر سر بذاریم. یعنی اول که همه هوایا رو گذاشتیم دو تا دیوار شکن و بعد پکا و تلسما رو که تو ادامه مسیر بهتون نشون میدم چجوری استفاده کنید تا بتونید به راحت ترین شکل ممکن سه کنید این مپ ساده رو که مال تانهال 15 هم هست و هر کسی به آسون ترین حالت ممکن میتونه این چالش رو تموم کنه. دوستان بریم برای شروع این چالش. The mix by DJ Applefast. It's all what I